عزیزان خودتون رو کنترل کنید لطفاً. من تشکر کنم از دوستانم. تکون ندید عزیزانی که تکون ندید آهنگ تمام شد. خودتون رو کنترل کنید لطفاً. بعضی هستن دوستانی که میان کنترل میکنن. به جون خودم خیلی تمیز تقریبا بدون رنگ در میارم. یه بار واسه خود من فاوریل تحویل دادم، من واقعا لذت بردم. شما تشریف نداشتیم ما صحبت از فیلم و سریال و سینما کردیم. میدونی مگر چی بشه داشتم میگفتم توی مثلا سریال تلویزیونی یه مجموعه قوی طنز که بسیار منحصر به فرد و یه فاصله کیلومتری میره پس مجموعه طنزی که در تلویزیون حضور دارن و میبینن بیننده و پربیننده هستن مثل پایتخت باشه که در هم کسانی در این فیلم ایفای نقش کنن که واقعا شاهکار هستن. خانم ها آقایان، جناب آقای محسن تنابنده اینجا. دیدید که چهرهش خیلی جوان‌تر از این چیزی که اون فیلم شما ببینید ماشاءالله دختر کشه، اما خب در همین حال و پارتنر بسیار خوبش که همیشه عالی عمل کرده، یعنی